من صحبت‌های مهم به میزنم، نه خصوصا چون که خرداده بیشتر صحبت میزنم. من خودش در مطالعات علمی خودش دیدم که در خرداد و مرداد اینها بیشتر صحبت میزنم. در اسفند ماه معمولا کمتر صحبت میزنم. چرا؟ چون که اسفند 29 روزه. از همین زاویه که از نظر فلسفه انسان‌هایی که بیشتر عمر میکنند دیرتر میمیرند، نه خصوصا اگر زندگی شفاف باشه. شفاف که میگویم یعنی از این طرفش که نگاه میکنه اون طرفش دیده میشه، مثل نردبان. خلاصه اون میگفتم که در تابستان که هوا گرمه میشه، هر شی منبسط میشه، روزها هم منبسط میشه، روزها دراز میشه. اما پس چرا شبها دراز نمیشه؟ اون میگذاره بهتن در زمستان منبسط میشه. خودش قدرت خلقته. بعضی به شعور تو چرا اوضاع دراز نگاه میکنی؟ من پرونده تو دست منه، تو همانی که راننده من بوده، منه بردی نمازجمعه، در ماشین قفل کرده، کلید را توی ماشین سا گذاشته، بدبختی بنوا تا بروی کلید ساز بیاوره. من 2 ساعت توی ماشین گیر کرده بودم. اوتان خجالته. خلاصه از من گفتند که در مورد نتیجه 5 به اضافه 1 صحبت میزنم. آها این چی کاری نداره که اگر خودت هم یه خورده عقل شعور میکنی، بالاخره بعد از چند روز کار پیچیده معلوم میکنی که 5 به اضافه 1 نتیجه از میشه 6. یا دیگه خیلی باشه میشه 8. اما بحث مهم ارتحاله که 6 و 8 نداره، خیلی هم کمجین داره اتفاقا. بس ایزی بدبختی که پیس میکنه، تو خفه بمیر، تو همانه چی رفتی رودخانه خودت را گرگ میکنی میکشی. گفتند پس را نمیکشی، گفتی میترسم آبش سرد باشد. آخه بدبختی بنوا این نارنجی دستت را میزده توی آب، معلوم میکشتی که گرمی یا سردی دیگه. این خلاصه 5 به اضافه 1 را بگذار کنار، ارتحاله میزست. قبل از ارتحال اون زمان نماینده ولی فقیه نماینده امام بودی، امام یک تنور میچشیده، حابه خفقان میگرفتیم. الان که ولی فقیه به نوا اصلا طرف برایش قسمت هم میکننده چیه. اونا جلوی من خودش تصمیم گرفتم که کم کم نماینده ولی فقیه کنار میگذاره، کم کم وکیل میخواهم بشوم. قبلا میترسیدم که وکیل باید درس بخواند و اینها، میگفتم علاقه نداره، همان ولی فقیه خوبی راحت درس خواندن نداره. اما کم کم علاقه‌مند شدم به وکیل شدن، نه خصوصا بعد از اون که اون همتای خودم را در واشنگتن دیدم که برای وزارت خارجه کار میکرد. مثلا من از اون چی به چی کم داره، حالا اون کراوات داره، منم ماما داره. اما من مزخرف میگی، اون مزخرف نمیگی، اون کی بیشتر میگی، من جلوی بسیجی میگی، اون جلوی دادگاه میگی. اون هم برای خودش متزد العالی دم برکاتوه. نماینده ولی فقیه برای خودش خبر نداره.